ببین مجید، من هر کیو فرستادم تو پارکینگ گفتم بهت بگه تشنمه اسم رمزمونه. خب بعد تو هم بهش اندازه جنبش بدی، مشتی تالا رو به گو نکشی. یا خب گوشی بزن ببینم بابام چی داره میگه. گوشی جانم بابا. داداش بابای من اومده بود تو پارکینگ. آره داداش نیم ساعت پیش اومد تو پارکینگ گفت گشنمه. گفته گشتمه. آره گفت گشنمه، بعد یه خودم مزه خورد، چیپس پرید تو گلوش، بعد گفت تشنمه. منم بهش آب دادم. بابا بفرما شما، من میرسم خدمت. بفهم. گوشی داداش، این داداشم مهندسه هم اومده بود تو پارکینگ. آره اون دیگه گفت تشنمه. اونم گفته تشنمه. ببین یعنی اومد تو پارکینگ گفت من یه دونه قرص دارم دنبال آب میگردم باهاش بخورم. منم بهش یه دونه این آبا دادم با قرصه بخوره. خیلی هم حال کرد. داداش چی کار داری میکنی؟ جون مادر داداش این یارو پسرموم اومده بود تو پارکینگ. داداش اون اومد گفت ببین یه ذره این آبه بده من پر کنم تو دهنم بپاشم تو صورت داماد هر بخندیم. بعد هول شد قرطش داد. ببین داداش جون مادرت، هر کی اومد تو پارکینگ آب خواست دستشویی هم بری، تو یکی هیچی بهش نده، دهن ما رو سرویس کردی. چرا اینجوری میکنن؟